سلام، به کانال من خوش آمدی. من پیمان شایانفرم. در ابتدا یک معرفی از خودم عرض میکنم خدمتتون و بعدم هدف از راه اندازی این کانال. من حدوداً 20 ساله که کار مدیریت انجام میدم. در حال حاضر رئیس هیئت مدیره یک شرکت تولیدی ام و در عرصه‌های مختلف صنعت، بازرگانی، واردات، صادرات خدمتتون عرضم که نمایندگی های شرکت های خارجی در داخل ایران کار مدیریتی انجام دادم. خوشبختانه همیشه در رده مدیران عالی سازمان بودم، یا قائم مقام مدیر عامل بودم، یا مدیر عامل بودم، یا از مدیران ارشد و تصمیم ساز سازمان بودم و طی این مدت سری تجربیاتی به دست آوردم. هدفم از راه اندازی این کانال اینه که اون تجربیات، چالش هایی که همین الانم ما ممکنه باش دست و پنجه نرم میکنیم، به صورت واقعی تصمیماتی که گرفته شده، جلساتی که رفتم و تصمیمات درست، اشتباه، موفقیت آمیز، منجر به شکست با شما در میون بذارم و این قولو بهتون میدم که اینجا من نیومدم به شما درس مدیریت بدم. من اینجا اومدم تجربه خودم رو به صورت واقعی با داده های واقعی، یعنی اگر من به عنوان مثال راجع به بهای تمام شده برای شما صحبت میکنم، دقیقاً با داده های واقعی و تصمیماتی که همه الان در داخل سازمان خودم گرفته میشه با شما اشتراک میذارم. خیلی خوشحال میشم که لایک و سابسکرایب بفرمایید. ممنونم. پست بعدی رو انشالله فردا شب براتون میذارم. ارادتمندی شما.